کسایی که توی تویچ فعالیت میکنن بدونید اپلیکیشن تویچ انقدر فکر کانتنت شما بوده که یه قابلیتی اضافه کرده که با سرعت نور میتونی از استریم خودت یه کلیپ برای اینستاگرام درست بکنی. حالا چه شکلی بهت میگم. قبل از اینکه بهت بگم اینو بدون که اگر استریمری و پیج اینستاگرامت ضعیفه و کامیونیتی ضعیفی داری، این روش خیلی به دردت میخوره و سعی کن از خودت ریلزهای گیم پلی تو بذاری از تو کلیپ هایی که برای تو بچه‌ها درست کردن. پس هوای این استوری رو داشته باشه. اگر کسی میشناسی که تو پیج اینستاگرامش استریمره ولی ادیت بلد نیست، مثلا کپ‌کات و چرت و پرت اینا حال نمیکنه، اینو براش بفرست. اینو بفرست که فقط خودمون هوای همدیگه رو داریم، هیچی پشت ما نیست. بریم رو صفحه تا بعد یاد بدم تو 2 سوت چه شکلی ریلز درست کنیم بذاری این است. دوستان اونجا شروع میشه که یه سری افراد برات کلیپ میکنن. وقتی توی تویچ استریم میکنی با زدن تعجب کلیپ میتونی 1 دقیقه از وسط استریم تو یه نفر برات کلیپ بکنه. اینا کلیپ میشه میاد داخل اینجا و از اونجا ریلز درست کردن تازه شروع میشه. تو داشبورد تویچتون وقتی بیاید همه کسی که برای شما کلیپ درست کردن توی بخش کانتنت کلیپس میتونید بیاید اینجا کلیپ هایی که براتون درست کردن رو ببینید. الان من یه دونه رو به صورت زنده و فوق سریع براتون ادیت میکنم تا ببینید چه کار آسونیه. مثلا اینو برای من ادیت کردن. میان اینجا تو بخش این قیچیه رو میزنید باز میشه. نگاه کنید 1 دقیقه دقیقاً کلیپ شده. میایم اینجا این بخش جدید اضافه شده. ادیت لی‌اوت رو میزنید، روی بغلش میزنید، فقط نگاه کنید 2 پارت به ما میده. یه پارتشو میذاره اینجا، یه پارت هم وسط گیم. بعد از اینکه گذاشتی روی اپلای کلیک میکنی، این خودش شروع میکنه کلیپو سیو کردن. سیو اینجا هم میزنی، سیو کلیپو میزنی، ازت درخواست میگه رندر بگیرم، یس رو میزنی و تمام. یه ذره اینش لود میکنه، وای میسی لودش تموم شد که معمولا 1 دقیقه کمتر 1 دقیقه طول میکشه برات رندر بگیره. نگاه کنید من حتی انقدر بهش مطمئنم روی این استوری وای میستم شما فقط لودو ببینید که با چه سرعتی خود تویچ براتون اینو درست میکنه. تمام میه اینجا این بغل قسمت شیر رو میزنی اینستاگرام. نگاه کن کارو بگیر، نگاه کن. اصلا اینو بخوای توی این میمونه کپشن تو مینویسی، هشتگاتو میذاری اینجا، از طریق مرورگرت وصل میشه به اینستاگرامت. اینجا گزینش برات فعال میشه، شیر رو میزنی. همین داداش من، خواهر من، آبجی من، همین. ملت چجوری ریلز درست میشینن خودشونو میکشن ادیت بابا اینقدر سختش نگیر. هر روز ریلز بذار از گیم پلی. تویی که استریم میکنی کانتنتت دیلی داره درست میشه. پول ادیتور اینا نمیه. اینجا کلیپ منتخبتو کی درست کرده تمام میزنی میره بالا. میدونی از طریق اینستاگرام میتونی چقدر کامیونیتی جمع کنی؟ من خواستم اینو بهت یاد بدم چون خیلی از افراد معروف داخل کامیونیتی استریم ایران دارن اینو میدونن و نمیگن. خب من میگم دیگه. اگه دوست داشتی حال کردی یه لایک و بفرست واسه کسی که لازم داره. گفتم تو این $4 تا چیزی بهتون بدم فازتون ببر.